توهم دانایی چیست؟ خیلی وقتها فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، اما در واقع فقط فکر میکنیم که میدانیم. به این حالت میگویند توهم دانایی. توهم دانایی یعنی وقتی اطلاعات کمی داریم اما اعتماد به نفسمان خیلی زیاد است. یعنی بدون یادگیری عمیق تصور میکنیم متخصص شده ایم. مثلا یک مقاله میخوانیم یا چند ویدیو را میبینیم و بعد فکر میکنیم دیگر نیازی به یادگیری بیشتر نیست. مشکل اینجاست که توهم دانایی جلوی رشد ما را میگیرد، چون کسی که فکر میکند میداند دیگر دنبال یاد گرفتن نمیرود. راه نجات چیست؟ این که بپذیریم نمیدانیم و همیشه خودمان را در مسیر یادگیری نگه داریم. رشد واقعی از جایی شروع می شود که توهم دانایی تمام می شود. پس به کانال در مسیر رشد خوش آمدید.